با ما مهم نیست راست بگیم که او در جمهوریت بود یا در امارت است که این با ماش مهم نیست. راست بگیم یک انسان از کمک نیاز داره، ما باید بهش کمک کنیم. متاسفانه در افغانستان زیادتر اشتکا زندگی خود دست میدن به خاطر که هوای سرد. السلام علیکم. امروز ما در ولایت زیبای نوریستان هستیم. توزیع داریم به 400 خانواده توزیع زمستانی است. شما میبینین که از جمله اسباب زمستانی که نیاز است، اگه بخاری، جراب است، بوت است، کمپل و همچنان جامپر، دیگه چیزایی که لازم هستند. به خاطر بنیاد قمر همیشه کوشش میکنه که در ولایتایی که واقعا هوا سرد میباشه کمکای زمستانی میکنه. ولایتایی که هوا گرم است در رمضان ما کمکای خوراکی، مواد خوراکی میکنیم. برادر خواره عزیز، یک بسته اگر شما میخواین به فامیل تحفه کنین فقط $80 است. امروز ما تقریبا $70 بسته آوردیم، لیکن دیدیم کم است، میخوایم که بدیش به $80 ببریم و تا بتونیم به فامیلا چیز بدیم که در زمستان یک زمستان خوب داشته باشن. اگر میخوای ان شاء الله به این فامیلا کمک کنی و بعدش اجر بگیری، شما لینک ها میتونین و شما میتونین به کمکتان روان کنین. یک انسان از کمک نیاز داره، ما باید بهش کمک کنیم. به خاطر که یک روز یک زن یهودی بود، در تکلیف بود و تیر میشد و عمر بن خطاب پرسان کرد که زن چرا بیت المال بهش مال نمیدین؟ و گفت که زن یهودی است، اگه این انسان نیست. یعنی به ادرس اسلام، از ادرس به حیث یک مسلمان، با ما در این حالت مهم نیست که عقیده یک نفر چیست، هدف سیاسیش چیست یا نظریه سیاسیش چیست. فقط یک انسان کمک نیاز داره، زندگیش در خطر است، گشنه است، ما باش بدون شک رسیدگی خواهد کردیم ان شاء الله. به می خاطر بیان کل ما یک جای شوین و با اشتکای زنای خانمای افغانستان همکار باشیم ان شاء الله. جزاک الله خیرا.